در اینجا حضور دارم. وکالتاً از طرف ولسوالی اصالتاً از جانب خود خوش آمدید و خیر مقدم می‌گویم. و این جوانی که برادر ما که عبدالباری خان است و این جای زیبایی را که ترمیم ساختن و جور کردن به خاطر جوانان ما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. سلام مجدد دوستا، فعلا در کنار دوست ما قرار داریم که میخوایم از زبان خودشان خود معرفی کنه. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین ان شاء الله؟ تشکر، زنده باشید. شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت باشه. نامتان؟ نام احمد است، از ولسوالی دولت آباد. مدت 7 سال میشه زندگی میکنیم. بعد از مدت های بسیار زیاد طولانی که ما صاحب یک میدان فوتبال شدیم یا فوتسال بگویم، بسیار احساس خوشی داریم. یک جهان سپاس از تاجرای وطن ما که آمدند اینجا سرمایه گذاری کردن. بسیار خوشحال و خرسند هستیم امروز ما با جمع عزیزان میدان فوتسال از برادر عزیز ما فواجان افتتاح کردیم. سپاسگزار هستیم از همه شما یوتیوبرای عزیز که امروز آمدند یک گزارش زیبایی از این میدان زیبای ما جور کردین. خوشحال شدیم از آمدنتان. تشکر احمد جان. دیگه نامتون احمد گفتین، بسیار زیاد خوشحال شدیم. نام خدا از اینکه ما پرسان کنیم تمام معلومات خودتان دادین. احمد جان چه احساس داری فعلا در میدانی که تازه جور شده در ولسوالی دولت آباد بلخ برای اولین بار یک میدان بسیار معیاری دیگه فوتسال در دولت آباد که جور شده، خودت اینجا آمدی تشریف آوردی، فعلا چه احساس داری؟ بسیار یک احساس خوشی دارم چون ما تقریبا حدود 15 سال میشد که تجربه فوتبال داشتم. قبلا یک میدان داشتیم که سایه نظامی بود. بعد از تحولاتی که آمد صلح آمد در افغانستان دیگه ما نتونستیم فوتبال بازی کنیم چون سایه نظامی بود، نمیشد دیگه. خیلی وقت از فوتبال عالی بگویم براتون دور بودیم. ما امروز آمدیم به این مناسبت بسیار خوشم شدیم که میدان افتتاح شد و دوباره ما به یک استاندارد معیار یا نیمه معیار بگویم بازی میکنیم در این میدان و باز تاریخ 15 ساله که خود ما گذشته دادیم دوباره تازه میسازیم. ما در یک میدان با همدیگه توپ میزنیم با برادرای عزیز ما. بسیار خوب احمد جان. پیامت به کسایی که خودت از طریق امی چینل میبینه، پیامت به جوانان چی است؟ به کسایی که اهل ورزش هستند، با کسای دوستا و رفیقا یا همسنایم یا بزرگتر یا کوچکتر، یگانه پیامی که دارم همی است برادر، هر کاری که در زندگی روزمره میکنین
حداقل روزانه اگر زیاد نمیتونن به مدت نیم ساعت یا الا 15 دقیقه وقت بانین و ورزش بکنین. ورزش باعث سلامتی انسان است. بسیار فواید دیگه هم داره و از بیشترش میگذاریم. صرف اینم قدر گفته میتونم بر برادر ما که امروزه اگر هر قدر که سرتان شلوغ است حداقل 15 دقیقه فوتبال یا یک ورزش دیگر در کنارش انجام بدن خیلی عالی است. هم بر روح روانشان هم به جسمشان یک چیزی که میگن هم خرما و هم ثواب است. احمد جان بسیار زیاد خوشحال شدم از معرفیت که خود معرفی ساختی و امروز در میدانی که تازه افتتاح شد امروز ما مصاحبه کردیم. بسیار زیاد خرسند شدم. ماشاءالله بسیار پیام خوب بسیار حرفای شیرین گفت. سلام مجدد دوستا، قسمی که میبینین کنار ما یک برادر ما هست، میخوایم که از زبان خودشان خود معرفی کنه. سلام علیکم. سلام علیکم برادر عزیز، شما خدا کنه خوب سریال سرفراز باشین. محمد سمیر نورزاد هستم، باشنده ولسوالی دولت‌آباد مرکز. دیگه امروز ان شاء الله می میدان ما گرچند دولت‌آباد چندین میدان نبود، ان شاء الله به تازگی افتتاح شد امی امروز. دیگه ان شاء الله ما خوب و خوشحال هستیم که چنین میدان در اینجا جوانای ما را از مواد، از ایلاگردی، خلاصه و غیره دیگه بسیار خوب است که برای ما یک مسئولیت پیدا شد. سیم جان بسیار زیاد خوشحال شدم. ماشاءالله خود معرفی کردی و معلومات هم دادی. سیم جان پیامت به کسایی که اهل ورزش هستند چی هستند دیگه میشه که دوستا خودت در تصویری میبینه بگی. والا چی بگویم براتون، برای جوانای ما همین خواهش ما همی است میدان بر چنین فرصت برشان مهیا شده. ما و شما در ناوقت می رفتیم مزار که می فوتبال بکنیم. فعلا حاضر و موجود برای ما همیت یک میدان مهیا شده. بیایم فعلا همین میدان برای ما و شما خوب است، ورزش برای صحت ما و شما خوب است. با خیر و سلامت. خوشحال شدم از معرفی سیم جان. تشکر.